بین 11 تا 15 هزار نوجوان اوکراینی با تنفروشی روزگار می‌گذرانند. این آخرین گزارش منتشر شده از سوی یونیسف است. تعداد مبتلایان به ویروس HIV به همین نسبت در این کشور فاصله زیادی با دیگر کشورهای اروپایی دارد. خبرنگار ما در میکولایف، شهری در جنوب اوکراین، جایی که بیشترین آمار روسپی‌های نوجوان را دارد، موفق شد با برخی از آنها گفتگو کند. ناتالیا تنها 17 سال سن دارد و از قرار مدتی است که از راه تنفروشی زندگی می‌کند. او می‌گوید یکی از دوستایم به مدت 7 سال به این کار مشغول بود. او من رو به این کار وارد کرد. ابتدا نمی‌خواستم ولی بعد مجبور شدم. حالا پول کافی دارم. البته بسته به زمان داره، ولی خب امروز میتونم به مادرم کمک کنم. او نمیداند به چه کاری مشغولم. در واقع هیچ کدام از دوستایم از ماجرا خبر ندارند. یولیا هم دیگر تنفروشی است که 17 سال است. او میگوید در شهر ما فرصت کاری چندانی پیدا نمی شود. این کار به پیشبرد زندگیم کمک می کند و با آن مشکلی ندارم. خوشحالم از اینکه می توانم امروز با کسی مشاوره کنم. یکی از مهمترین چیزها این است که می توانم سلامت جسمانی و روانیم را همواره تحت کنترل داشته باشم. این هم به همت یونیسف است. یونیسف مراکز درمانی ویژه‌ای را برای کمک به این نوجوانان در این منطقه از اوکراین دایر کرده. مراکزی که در آن نوجوانان از لحاظ پزشکی تحت مراقبت قرار می‌گیرند. یکی از کارکنان یونیسف در این مراکز می‌گوید مهمترین مشکل عدم آگاهی کافی دختران نسبت به خطر ابتلا به بیماری‌های قرابتی، خصوصاً ایدز است. آن دسته هم که آگاهی دارند خطر بالای ابتلا را می‌پذیرند و از بدنشان حفاظت نمی‌کنند. درآمد برخی از این دختران نوجوان به شبی 100 تا 150 یورو هم میرسد. با توجه به بحران کاری در این منطقه از اوکراین، بسیاری از این نوجوانان تشویق شدند تا با روسپیگری و تنفروشی روزگار بگذرانند. Когда неправильно сняли, когда сифилис. А потом на ВИЧ протестировать.